یار کجا می روی شمع ماه تار کجا می روی در شب تاریک به سراغت بدم از نظر یار کجا می روی ای کجکی دار کجا می روی برون بزو افتر بزو سایه اینجا گا افتر شده روزه دارم لیلا 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 لا 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 یا باز چند به جا مکتب می آیه ایک نه دیگه نزدیک شده حاله ده بالا ده و به 11 و نیم می آیه که نیم ساعت دیگه بمونده با بیلا برو مگرم همی سایه سر خود بگذار 5 دقیقه بشیم دختر روبروی منزل ما آتش شده به جان و دل ما موار افشان میکنه بابا مرا پریشان میکنه بابا موار افشان میکنه بابا مرا پریشان میکنه بابا چشمت عجب است گوشه چشمت عجب است هر کس که تو را بینه نمیره عجبه بلبل به قفس قفس میان آتش بلبل بسوزه قفس نسوزه عجبه موار افشان میکنه بابا مرا پریشان میکنه بابا موار افشان میکنه بابا مرا پریشان میکنه بابا بله بله بابا من بیامدم به سهرها بی کمک علف روید و مطل عباسم عباس به مطب عباس به مطب گفتم که مطب بیا یا نه چیز کنه خورجی رو برداره خودی خر بیا یک علفار ببری به گوا خود چرا اینا رو یلا کنم نه بابا بری ما بابا با کی بیام بابا خوب حالی من میایم آخی علفا به هفته پرته باشه یک دو زغدقالی معتاد چیزی علفا نبره خوبه علی بیام آدم خدا حافظ الله بابا من میگه بیا که کمک میدم برو کمکار بستونی بیاری با انال میرم خسکده قرار که دیگه کمکار میانه سه کنو چی با ما بدادم بشا اویتا برو نمیبینی را
شوش هوش نمیشتم یلمه تو اناله دیگه اینجا انال حالی دیگه تیار شد چیتا کنم من چه کار کنم بابا پیار خوبی کن بعد یک خاری گم یه چیزی بعد کیلال بیارم شمرازه بخوری و برمان علف بخوروش 10 دفعه به پیار خود گفتم بابا یک سکیلی به ما بخریم بابا یک سکیلی به ما بخریم یک فرغونی به سرا بخریم 2 بوجی 20 لیتری روغن میشه ما بالا خر بیارم این ملخشه و مفته 10 دفعه بفتاده چطور کنم من بز یه هفته و سرخ هشا لالا یک دقیقه بیایم برارم شما اینجا همین خود من کمک کنیم بالا خر ما هشا الله خودت چکاره لالا بله چکاره براجم نه نکن نخون برادم افادر میخونی کاسوبایی مثل خری وریای میخونی مثل خری وری کاسوبایی میخونی چکاره لالا بله چکاره بچه خاله اینو جو چیه بله اینو چیه کمک کمکه آه کمکی سیندی کمک ها همین روغن رو دادم یک بوجی برنج و بوجی هم آرده اش برارم یک زمتی بکشیم چکار کنم قاتل شهل شید شدم همین کار بگه خود ما بالا همین خر بار کنی من اینا میتونم بار کنم اینا رو بسیندی که چکار شه تو سا بکن یک ای دو نیم وجه بقید تو نمیتونی چطور کنی ما پیار برار قوم خیشی مدر تو هم نیم اینجا بگیر نه همه برفتم نیا وای اینا که همه خراب شده لالا با همه که اینا بوی میده خراب شده اینا چیه چطور بوی میده اینا خراب شده برارمه خراب شده اگر دانه و تاریخ اینا تیر شده نه بابا هرستکی اینا رو می چیکار کنی اینا رو میبرن که ما بخوریم بخوریم اینا کمکه. خورده میشه که میگم تاریخ اینا همه تیر شده پیا- پیشیری با محله ما کمک دادم با پیار ما برفت خور بزوی محله دیگه هم نمیشته که نوشته گدا آه او محله عمه منه و محله عمه من خود نمیشته که بجام پیار ما خور بجام بیوزن نمیشته که خدا به جوای عقل کمال بیدی چی بجام به چی بیوزن پیار ما به چی بیوزن میدن گفتم ما بجام به چی بیوزنم اینا رو می چیکار کنی حالا ما بخوریم حال کن نمیخوره تو عقل کمال داری من اینجا بیا بدم بخوریم اینا روغن به تدیگ روغن میریزم به انجیرمی و بهمیه پخته میکنم شلغلم آخه برار می نام تاریخ و اینا تیر شده خراب شده آه اگه اینا نمی بدیم من شطوری دارم میدم بریو به شطور خب شطور شما به تاریخی تیر نمیشه اینا رو بخوره نه دیگه اینا ویلونی غمی نداره خب روغنار چی کار میشه اونا رو میبرم پایای شطور خود چراب میکنم پایو پا درد میشه اینا رو با پایای چراب میکنم پای قرار میشه من پا دردم سال به 12 ما خب با تو برو خود پیش دکتر نشدی میبینی خراب شده پاک تاریخه دیمه تیر شده اینا اگه خوبایی میبینی به شما کمک نمیدادن راست میگی ماما چیز میزی نداری معامله کنیم بالیو یک بره دارم بلگه خوب بره چند ساله جا تو خیلی دیرو خدا داده دیرو به گب میفهمه اگر دانم من بلبل بری گب میزنه خب برو کو بگو بیایه خب بیا بریم کجا برم اینا همین جگاه باشه بیا بریم که بودم به دست تو کجا اینا از من میدم برای تو خب خر چی کار کنم خر تو هم باشه دیگه خب اونا چیز کنم میام خر تو هم باشه آه بیا بریم که من بودم برای تو اینا همین کار نگی خر تو برو خبران میگه تو نمیدم
بابا برو خویا جنگ بزنم. لالا با کجایی؟ همین مسلمونا دیل اینا بشوخت غریبه من کمک دادم بیجی برینجی بیجی آردی خودی بشکی روغن همین کار بیایم ببری. همون فرقون هم خودی خوب بیاریم قطر به تا فرقون کنیم ببری. با کجاییم؟ با کوچی الوا. بیاین زودی بیاین که من همین جگاه محتل شما. خوب خدا حافظ. از کجا هستن برو اینو؟ اینا به محل خالی من یک مسلمانی بدید از دل به من بشوخی دقن اینا رو بداد بریم. دیگه کمک نمیدم من برم. نه دیگه اینا بگو یه خلاص. دستا فرمان بگیر بالا کن بده. بالا خود گریسته دار. خیلی مای مبارک روزان. بوشو. بالا کن این لالا بشکی رو قنم. میشین تو هم بیا اینجا بشین اکنه بگیرم. بریم من با قلب شما. بریم مدرس. نمی. کجا رای کجی؟ بیاوردی الله میره تسخی برو ده من میرم پینجا جاری پی گوسفند گرم برو الان میبرم قرار کردگی و بالی خر میبرم اینا که قرار کردگی به پیش گوسفند نخو یلا میدم میگم بابا ازی که برنج و روغن بخوریم برنج و روغن به 1 ساعت خلاص میشه اما اینا خلاص این گوسفند کلون میشه سوار 23,000 روپیه راست میگه که جی میگه به 23,000 روپیه کلونشو میخرم ها چی میگی امال گپ زدیم چی گفتی ها بله به یاد گلم مادر عزیزم به به آخ جان بله عباس تیز بیا جوان اصلا سیکو کجا بدگی لگه چی رقمه در دهن تو بعد ایر بیشتر می آمد این گوسفند در کجا بردی؟ ای بابا بابا رای کردم برفتین خودی بابا چی شد اما چون بابا من بیامدم نمادم حالا بگو از کجا بردی؟ برفتین کمک داده بیدم از اون محله خب بابا من ما گندم و آرد بودک و یک روغنه خب انا یک بار سیل نکردم پیالم سیل نکردم به تارا بیامدم اینا پیش من چپه شده بالی خط عباس کو آردا به کجا بردی؟ اینجا آردا روغن ها تو برو خبران میگه تو نبید مرتکه سی که اینا گفت اگه اینا تاریخی تیر شده بیا خیر باشه و میدم اینا به تو میبرم اینا به شطور خوب بگیر که خر کجا ماما گبز خودم گبز اینا رو بدادم با بالی اینا رو بدادم بالی من روغنا و برنجایی که کمک کرده بیدن خب اونا تاریخ تیر شده بود روغن برنجا بای دادی بای ندادم اینا رو بدادم بالی گوسپند دادی بالا می مرتکه گوسفند گویی کلون میشه 40-50 قیمت بالا بگیر گوسفند یک روزه خره به کجا بردی؟ خرم اینجوری کردم بابا تو بقیه خر نگرد گوسفند من گم نشه برو بسه نبود این نمیفهمه این آدونیه
تو صبر کن نادونی لغت نزی تو گپ زنو خو خانه به کجا کدی خرم اینجا خر به پیش می روغن برنجا بیده با بیلو خرم گم کردی تو صبر کن ما برم من صبر برو پیش بابا زودی شو دیگه تو سه کامینو تو کوتر قد نکردم ای بچه یعنی این بچه هم از هر خود تیر میکنم خوی من این رشته بگرم بخونه چی بایی؟ آتا خونه بابا چه کاری کنی اینجا بابا همین زمان من کار بگرم کس کنم آمور به شما گفتم این زمان که خودتر قد کنم شما تو سر که اینا چی تیار کردین؟ خود چه کار شده بابا اینا میگو بله علفار بگردی بابا براد علفان نگردین گپی با به شما بگم خود چی میگی بگو شما به دست گیلک چی داده بودین که بیاره به سرا از دو مرد از اون خاله یک بوجی برنجی بود خب. یک بسلیتر روغن بود خب. یک بوجی آرد بود خب اینا به دست بدادن که بیاره خود خر خب نه ورده بیارده 150 آرد آورده به شما 150 اخمو که یک بوجی آرد رای کردم و 150 آن در چی تیار بابا همین به شما یک خلاصه بگم خر هم بای داده همون آرد و برنج روغن اینا هم که دست بدادن اونا هم بای داده مردکم از او گفته که برنج روغن طریقای نتی شده به بوی آمده چه کار شده فلان شده شما رو مریض میکنه این سر گیله کردم شیره مریده هم پیش از این بستونده برگه خورده چیزی یک به دست داده گفته برو کجای گیله؟ گیله برای که خر پیدا کنه تو یک کار کو اینا جمع کو آماده کو که من یک سچن خیلی کنم که اینا بر کنیم ببرم مشاب بفروشیم با که ما میره پیش گیله بله بابا تو سعی که تو که مردم به چی چالوزی به اشته مردم فریب میدن بره بیاورده که 9 کیلو وزن نیه هیر گپ داد سر شیره ملیده بیار برام همیتا بیاغلیه که نمیفهمه کمی بره هم اینا نمیارزه اما خرم بای داد برنج روغن هم کاموتا بای داد دیگه برگه که بیاورده انا برو خر پیدا که تو از هر جا که میاری بالکم تو رو ببینم تو چند تا همین تو نمیتونه خب یک دست لعته بده که یک ما خرج تو سگ و گربه بخوره تو که دیگه رقم آدم نمیشی لالا جان بابا برارم یک خری ندیدیم شما چه خره؟ سیاه پالوندار خر سیاه پالوندار البته کمه نه خر سیاه خر ما سیاهی بودن دور پالونی و سفید بودن دور گوشه و سز بود انا چیزی و پیش بینه که انا چیز بودن ابلق بود انا با من تام زمینات تام زیر من باغچه بود اگه من جگانه بور میخ کرده بودم من حالا چون بجستم من گفتم شما ندیدیم نه ماما جو البته من خر تو از اون وقت من با جمع نبوده گوش کنم نه همه چی روز 1000 تا خر حتی تیر میشه 1000 تا خر نبود ماما شما نمیفهمید چی میگم من میگم من می خر ما روغن و برنج می آوردم به بال خر خب بفهمیدین روغن برنجال که معامله کردم و می خرم اینجا به پیش روغن برنجا استاد شدن انا حالا برفتم سعی میکنه روغن برنجام نیه خرم نیه بفهمیدم میفهمی به کجا رفته خر نه برات روغن برنجا نه با هر جا که روغن برنجا رفته اونا هم برفته ماما اگه دیدیم خریه بفهمیدین اگه دیدیم خریه سیاهیه الان که با ما همیتا دویده یک زمتی میشه همیتا بیاین با ما بگین اسم تو چیه؟ کی؟ اسم تو اسم من؟ گیلک ولد پیار ماما نوروز سیه خوب وای به نظرم که تا هیچی تخته نداری